کسی که زود شروع میکنه حق انتخاب داره. کسی که دیر شروع میکنه دهنش باید بسته باشه، هیچ حق انتخابی هم نداره. مثال بزنم، 5 نفر اگه بخوان رو 5 تا صندلی بشینن، نفر اول 5 تا حق انتخاب داره، نفر بعدی 4 تا، نفر بعدی 3 تا، نفر بعدی 2 تا، نفر آخر دندش نرم. میدونی چرا؟ چون دیر اقدام کرد. دیر حقشه. اون یه صندلی مونده، به اجبارم همونو باید قبول بکنه. این واقعیت زندگی ماست. کسایی که زود میرن، زود میرسن، بردن. میدونی چرا؟ جاهای خوب رو گرفتن، جاهای درب داغونش دیگه به بقیه میرسه. میفهمی حرفو؟ میخوام بگم آدمای موفق زود حرکت میکنن و میرسن. این جمله کلیشه‌ای هست که میگن دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن. آره درسته، ولی تو رانندگی، تو واقعیت، تو موفقیت، اونایی که زود میرسن جاهای خوبم گرفتن.